نمیپردازم. ما رو نندازید. نه کل گپ نموجه. لالا می کامده تو بلا کنی ما رو نگیرید. لالا اینجا نمیگه اینجا کار نیست برام. مقصد جان باشه. همینجا میکنه. برادر غلام مدرن دستایتان پایین میگیرن سری پل هست. برادرم زخمی است 420 دادن اتفاقانه در اتاق راست بودیم 3 نفر پایواز بودیم 2 تای ما را زدن شهید شد خودم از منزل 4 انداختم پایین برادرم زخمی است داخل مونده و دیگه خواهم بود 2 نفر دیدیم که کالای سفید برش بودن همونجا بود چند نفر بودن؟ تعداد ما دیگه 2 نفر بودن که در منزل 4 بالا شده بود لباس سفید داشت لباس دکتری از کسایی که در شفاخانه بودند مریضا تلفات خود چشم دید چی بوده چند نفر کشتن تلفات خودم فعلا پیش دیدیم که 2 تا پایواز کشتن دیگه ماچ لگیرش میوند میزد گل ناروا مسلمان نبودن میزدن تلپر ما هم جا پوچ دادیم ما را کماندو کشی جنگ زیاد بود با تعداد 5 نفر ما شهید دیدیم با چشم خود دیگه ماجی ما را من دیدیم که چه رقم بود داخل شد شما در منزل چندم بود؟ منزل 4 تازه عمل خارج شدید؟ منزل 4 متخلص نیم برآمدیم دیگه منزل 5 6 7 اومدن راله بایکونه په شا باندې یو سړی ولید سپینه چپنه اغوستې و فایرونه خلک وکړو نور موږ بیا ورسته یو ساعت ورسته سپیشل فورس راغی مې باندې وایي شما د کوم موږ په درای منزل کې وو درای منزل تقریبا نیم ساعت مخکې تخلیص تلفات زخمیات چی دي؟ زخمیان ډیر زیات وو وملیدو شهیدان هم وو خو تعداد مو ته معلوم نه ده ما در منزل 3 بودیم که فایر شروع شد و ما انتحاریا داخل شد چپانای سفید جانش بود با شکل دکترها بعد از اون جنگ شروع شد دیگه ما در اتاق پاسمان بود اونجا رفتیم خدا پناه کردیم و بعد از یک و نیم ساعت بعد اسپیشال فورس آمد و ما را از اونجا کشید